شدید. بچه‌ها من امروز مدرسه نرفتم به علت کسالت، گلودرد شدید داشتم. بین خودمون باشه مدرسه رو پیچوندم که بیام واسه شما یه ویدیو خیلی خفن بگیریم. خودم خیلی ذوق داشتم واسه این ویدیو. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا آماده ایم بریم سراغ اون چیزی که من خیلی واسه ذوق داشتم. بریم سراغش. اینجا رو ببین، کیوی 2025 مدل جدید کیوی. تازه دو مدل دیگه هم دارم اینجا، لامین و کوین. لامین و کوین هم اینجا داریم. اینا مدل های کیوی جدیده که داخل سال 2025 به فروش میرسه. مدل های جدیدتری هم ازش اومده، رنگ های دیگه هم داره که من فقط آبی کم رنگ، آبی با رنگ، بنفش و صورتی شده. بریم سراغ آنباکسشون. آماده این 3 2 1 بریم سراغ آنباکسشون. به نظرتون کارتای چمپس بهتره یا کارتای هیروز؟ پکای چمپس خوشگل‌تره یا پکای هیروز؟ پکای هیروز 2024 قشنگ‌تره یا 2025؟ چمپس 2024 یا چمپس 2025؟ بریم آنباکسشون کنیم. من یه دونه پک آبی آسمونی لئو مسی اسکه من باز می‌کنیم. بچه‌ها گلکیپره. فکر کردم چیز کوپا آمریکا ولی نه، گلکیپر بارسلونا. 100% ترشتگنه. آره ترشتگن خیلی دوستش دارم چون بارساییم. اینو میذاریم اینجا. بریم سراغ کارت بعدی. بچه‌ها یورو ببینید، نوشته یورو. بریم ببینیم کیه. بچه من گریزمان رو خیلی دوست دارم. یورو اتلتیکو مادرید و به علاوه دو تا تیم اسپانیایی بارسلونا و اتلتیکو مادرید. بریم سراغ برچسباش ایشونه که فوروارد بازی میکنه توی اینتر. با دمست نبریم. این کیه؟ او یک کوچ آقای لیپی فیفا و ایتالیایی، نگفته تو چه تیمی و مربیگری میکنه. خب بریم سراغ یه پک دیگه که چیزی نیست جز پک چمپس کوین. پک چمپس کوین رو میخوام اینجوری بذارم اگه در بیاد همون تحریکه. میخوام در نیم بلش کن کنکه. خب بریم ببینیم. آها یه لحظه فکرم زدم. خب بریم سراغ کارتش. یه کارت ادوانس از اینتر. بچه هم اگه ادوانس ها رو دیدی من بلد نیستم اسمشون، چون اینا کارت ادوانس کارت هایی هن که کارت هایی هن که اسطوره ها و من اسطوره ها رو نمیشناسم واقعا. آقای کوردوبا بابای کورتوا. خب بریم سراغ یه پک بنفش. اولین کارتش یه کارت معمولی بیسیکه که میدفیلدر بازی میکنه و من نمیدونم اسم تیمش رو واقعا نمیدونم. آقای پریجو. کارت بعدیش یه کارت رویال، تا جایی که من دیدم یه کارت رویال ترکیه. این کیه؟ این کی هست؟ هاکان. اسمش هاکانه آقا، اسمش هاکانه. در این برچسب آنخل دی ماریا شماره 1 رئال. خیلی برچسب خوبیه، پس حتما کارتش تو راهه. مثلا یه پک چمپس دیگه. یه چیزی رو زدم حس میکنم. نه خدا بچه سر برچسبشو زدم. بچه کارت سیگنیچر یا همون کارت امضای خودمونه. من اولین کارت سیگنیچری که میگیرم. بریم ببینیم کیه.
آقای کیمیچ. جاکیو کیمیچ. جاکیو کیمیچ. برچسبش رو ببینیم. برچسبش هم کارت سیگنیچر برونو فرناندز. خوب بود، این پک عالی بود. خب آقا بریم سراغ پک صورتی رنگ از نیمار و ویرونی. این آقا رو نمیشناسم. خب ببینیم یک میدفیلدر از رئال مادرید. شما ببینید کی اول. جود بلینگهام. جود بلینگهام من خیلی دوست دارم. ببخشید آقا. جود بلینگهام من خیلی دوست دارم. میشه یک کارت 100 مسی؟ اصلا کلا مسی باشه. من عاشق مسی ام. رویال پرتغال. وای رونالدو. بسم الله الرحمن الرحیم. رونالدو بچه. او مای گاد. تو رئالی. رونالدو. وای بچه اصلا حالم بد شد یه لحظه. رونالدو یس. اولین رویال خوبی که گرفتم. البته دوتا رویال خوب قاطی کردم. میبینین که دوتا رویال خوب گرفتم. یکیش که زلاتان ابراهیموویچه و یکیش هم رونالدو. وای CR7. خدایا به حرفم گوش کردی. دمت گرم. خب آقا ببینیم برچسباش کیان. جک گریلیش. بچه مگه جک گریلیش فوروارد بازی نمیکنه؟ تو کامنت ها بنویس. و آقای لواندوفسکی دیدم برچسبشو شماره 4 که تو بایر مونیخ بازی میکرده. بریم سراغ آخرین پک که یه پک آبی آسمونی از اسمش چی بود؟ لافالیاوه. اگه اشتباه گفتم حتما اسم درستش رو تو کامنت ها بنویس. 20-25 روز زدم. خوبه. خب بچه ها واسه ببینم. خب یه کارت ادوانس از آرسنال. ببینیم کیه. آقای هنری خیلی بازیکن خوبی. من از تو 2024 هم دارم این کارت ادوانس هنری دارم تو 2024 هم. خب بریم ببینیم کارت بعدی چیه. بچه کارت بعدی سیگنیچر وای سیگنیچر نیماره به نظرتون؟ نیمار جونیور. بچه نیمار جونیور یس. آقا من نیمارم دوست دارم. خدایی دورانی که PSG بازی میکرد من همه بازیاشو میدیدم. لباسش هم دارم. خیلی دوستش دارم. ببینید وای خدا امروز اصلا روز شانسم بود. خیلی کارتای خفنی در آوردم. بریم سراغ برچسباش. حالا نگاه کن. این بابا. خب آقا اولین برچسب کوچ روم آقای دیرویس و دومین برچسب یه برچسب ادوانس از اینتر آقای ویره. کارلوس ویره. نه ویره. خب آقا نظرتون راجع به کارتا چی بود؟ بریم یه بار دیگه کارتا رو ببینیم. ترشتگن دروازه‌بان بارسلونا. یورو گریزمن. ادوانس اینتر کی بود؟ کوردوبا. بابای کورتوا. این آقا اسمش پریجو. ادوانس از ترکیه آقای هاکان. سیگنیچر بایر مونیخ آقای جاکیو کیمیش. اسم اینو یادم. میدفیلدر رئال جود بلینگهام. رویال پرتغال کریس رونالدو. ادوانس آرسنال هنری و سیگنیچر الهلال نیمار.
بچه‌ها من به نظرتون چطور بود؟ من که خودم دوست داشتم، کارتای خفنی داد، مخصوصا نیمار، هاکان، رونالدو و بیلینگام. از نظر من اینا خیلی کارتای خفنی بودن که امروز تو طبیعت و پارک افتاد و طبیعت و پارک به دست آوردیم. از نظر من که خیلی خوب بود داخل طبیعت پاییزی. روزی که مریض بودم به عشق این کیمیا و به عشق شما این ویدیو رو ضبط کردیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ببخشید اگه سرفه چیزی کردم، گفتم به علت سرماخوردگیه. نظرتون تو کامنت مثلا بنویسید، حتما بگید بقیه اینا رو کجا آنباکس کنید. لطفا کانال رو سابسکرایب فراموشتون نشه تا ویدیو دیگه. فعلا بای بای. لایک کنید.